سلام، وقتتان بخیر هموطنان عزیز. امیدوارم جور و صحتمند باشید. خوش آمدید به یکی دیگر از برنامه‌های روحی با مردم. امیدوارم تا آخر برنامه ما را همراه باشید. جلوگر پکم هٹ پکم دکان وی کم دکان بای دخل دکان وی شرم ولی بای حسن کم ترکان وی پڑیوا بای دمخ کم پتنگان وی امراهان بای پاکان کنا پاکان وی. تشکر، زنده و سلامت باشید. اسم بلدتون؟ اسم امید است. جان کلی سنگی دکان داریم؟ بله. خب بسیار خوب جان، میخوایم ازتون بپرسیم که در زندگیتون گاه شکست؟ ما در زندگی بله شکست های بسیار خوردیم مگر بازم ناامید نشدیم و همیشه هر باری که ما در زندگی شکست خوردیم بلکه پس سر پای استاد شدیم و هیچ وقت شکست قبول نکردیم. بزرگترین شکست زندگیم یعنی از لحاظ اقتصادی اگر بگویم ما بسیار درد و رنج بسیار کشیدیم. از لحاظ اقتصاد اگر نبگویم بسیار زیاد شکست های زیاد را خوردیم. مثالش اگر ما از فامیل بگویم متاسفانه که ما خودم پدر ندارم و یتیم کلان شدیم و هر بار مردم مثالش به ما میگفتن که تو نمیتونی. مثالش یک فامیل 6 نفری بعدیم است که من میخواستم، من 7 ساله بودم که 8 ساله البته بودم که به کار شروع کردم و روز اولی که من ماش گرفتم او یک افغانی بود که من بردم به مادر جانم دادم و او را به چشمای خود مالید و گفت که اولین رزق بر من آوردی و بعدش آیسته 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 از شاگردی شروع کردم تا که جگربازی کردم و همراز از او کلینری کردم و همچنان پایدوی نانبایی کردم تا که سلو من توانستم که بالای خود حاکم شوم و سر پای خود استاد شوم و شکست کنم. بسیار خوب. جان بر ما دیدین از که سوال دیگه ما مطرح کنیم بر ما جواب داد که چطور تانسته خود از اون شکست که خورده نجات بده. جوانان ما اگر در هر سن سال می باشه یعنی اگر بخواهند موفق باشند هیچ وقت باید استاد نباشند. اگر هفتادن باید بخیزن و پس قدم بگذارن و راه خود ادامه بدن. انشاءالله موفق میتونن باشند. امیدوار هستم که هر جوان ما مثل نوی جان قوی باشه و تا بتونن امروز سر پای خود استاد شد. امروز نوی جان این دکانی که جور کردی از برکات زحمات خودت است، درست است؟ چطور تانستی خود مزمی ابتدایی که قصه کردین دکانداری کردین، فرض مثال گفتین کراچی‌گویی کردین و همچون نانبایی که در نانبایی پایده نانبایی یا کردین، چطور تانستین ماشاءالله دکان را مخاطب در اینجا بتان نجات کنید؟ ما البته که تقریبا 3 سال در مبارک سنتر کار میکردم در پیش یکی از دکان‌ها همچنان مشتری‌ها را دعوت میکردم به اینکه بفرمایید ما لباس‌های جدید آوردیم. آهسته آهسته توانستم با ماش کمی که داشتم خود سر پای استاد کنم و همچنان یاد بگیرم که چه قسم همچنان کار به دوستی مثالش گرفتم که ببینم که چه قسم فروشات میشه چه قسم نمیشه و آهسته آهسته من قرض عام کردم و توانستم که امروز یک نفر شریک شوم و امروز به اینجا شدم. بسیار خوب. امروز هم نام خدا خوب از دکان شو ماشاءالله شریک هستیم. بله. خب با امید از که بخیر به سر پای باشیم و دعای مادر جانتان که یک دکان مستقل از که بزرگتر نشدتان شاید نفر پر تلاش هستید در زندگی. با امید موفقیت هر چی بیشتر شما خوش اومدید که با شما هم کلام شدم و از سخنان نیکتان جوانان هم مطمئن هستم که استفاده بسیار خوب می‌کنند. تشکر. غم به قل دلی میکنوی فراغت به پسندلی میکنوی چا به حال تر پشت دلی میکنوی کٹ کوزای به مندلی میکنوی چوار بمسه دلی میکنوی مستما غندی به پت سوک پیاری. سلام دوستان، خوش آمدید. سلامت باشید. مدثر جان. میشه بهم بگویید در این مارکت دکانی چی دارید؟
همین لوازم سیتای محفلی سیتای گندگانی می باشه. بر ما رسولان رو بگویم که در زندگیتان در سعادت و در کارگاه چیزی گاهی شکست خوردیم؟ شکست خب واقعا هر انسان است، اشتباه شکست است میخورن، به زندگی اتفاق میفته و باید یک انسان که وقتی که شکست میخوره باید قوی باشه و در مشکلات یا که چی میشه باید روبرو شوه، در مشکلات خود ایستادگی کنه و شکست هیچ وقت قبول نکنه و هر انسان شکستگی را میخوره. بزرگترین شکستی که در زندگیتان خوردیم او چی بوده؟ شکست خب از نگاه اقتصاد بگی شکستش زیاد است، اما از نگاه اقتصاد هر انسان هر فرد افغان شکست اقتصادی را خورده و یگانه چیزی که بود من شکست چی را خوردم که در مکتب که من نتونستم درسای مسیحی ادامه بدم و فعلا شکر الحمدلله میتونم که پیش برم، درسای خوب پیش برم. مکتب خلاص کردیم و آمادگی رو دارم که پانتون شروع کنم. پس می‌دونم چی بخوانید؟ کامپیوتر ساینس رشته. خب به شکستی که خوردین چطور زودیش برآمدید؟ یعنی در درس‌ها یا پس موندین چی راهکارهایی را پیش گرفتین که پس توانستین شما اقتصاد بالا ببرین و تا بتونین که بخیر درسایتون ادامه بدین؟ این که شکست بود که همه زودی از شکست خودش رو پیشی میشن ببرید ما بگید. درست است. من استادگی کردم، من رفتم من گفتم باید هر طوری که میشه ما باید از این مشکلات برایم و استادگی کردم، رفتم کار بر خود پیدا کردم و خود سپورت کردم. یگانه سپورتر که بود مهمترین سپورتر بسیار زیاد دوستشم دارم پدرم است که از هر نگاه مرا سپورت کرد. هیچ وقت نمیگفت که تو درس نخوان یا پیسه نیست یا چی نیست، میگفت صرف درس بخوان و من کامپیوترم خواندیم، انگلیسی مون خوب است و 12 مون خلاص کردیم و آمادگی پانتونم دارم. په منزل به یې سبا ګوره څوک کوي نه پوهېږم چې به ساعت وي که به غوي په څه شان به شکسته زهیر په زړه وي له تغمو به یې د زړه تغمه په خوله وي دم قدم به یې خولې د مخ په وړه وي رانجه کړې به یې چا خاورې د وي سزاوار د هر ستم د هر پېغور یم چې مې یار په سفر تللی زه په کور یم سزاوار د هر ستم د هر سلام علیکم. شکر بخیر باشه، خودتان خوب هستین؟ زنده باشه قربانتان. اسمتان؟ اسم من رفیع است که یک تن از دکانداران عباسین زدرا. رفیع جان بر ما میشه بگوین اینجا دکان چی داره؟ اینجا دکان لباس فروشی داشتیم پیش از اون سوختگی بود. دکان ما وقت سوختگی بود ما بیکار شدیم، پس تقریبا 5 سال شده پس به فعالیت آغاز نمودیم. رفیع جان بر ما میشه بگوین که در زندگیتان گاهی وقت شکست خوردین؟ بله ها شکست خوردیم. میشه بگوین که چطور تانستین از این شکستی که خوردین بیرون شوین؟ شکست توانید ایست که هر مسلمان هر مؤمن مسلمان هر نفر به خود یک احساس کار و یک احساس خوب بده که پس در توانایی خود استاد و صفر شروع کنه باید است. نگوین که کراچیوانی است یا مشکل او فروشی است یا جوس فروشی است، هیچ وقت احساس ندن به خود. بزرگترین شکستی که شما خوردین چی بوده؟ ما بزرگترین شکست در عباسین خوردیم که سوخته بود مالای ما کلش مکمل. خب بازی دکان چطور تانستین پس بسازین؟ پس صفر شروع کردیم ما، پس به پای خود مال آوردیم، پس آساسا کم کم پس خود سر پای کده رایستیم آساسا انشاءالله تعالی که خیرش. یعنی هنوز هم با مهلت بحران قرار داریم؟ بله حال داریم خواست آساسا انشاءالله پس خود از حالت کوشش میکنیم که از حالت بحران خود خلاص کنیم. خب بسیار خوب تشکر. بخیر باشید. انشاءالله بخیر باشین. خواست ما منمیست که یک صلح آرامی در کشور ما بیا از تمام جوانان تمام مردم میخوایم که دست همه بده که اگر همکاری کنیم که یک صلح در کشور آرامی بیاد. دزړه غم به غولې دلی وی کنوي
فراغت به یې پسندلی وي که نه وي چا به حال ترې پوښتېدلی وي که نه وي کټ کوزی به یې موندلی وي که نه وي جوار به مسېدلی وي که نه وي نشته ما غوندې بې پت څوک په یارۍ کې چې غمخور نشوم د یار په دغوارۍ کې. اسم مبارکتان؟ جاوید حکیمی هستم، یکی از باشندگان شهر کابل. بسیار خوب جاوید جان. جاوید جان اینجا در این مارکت دکان دارین؟ بله، مصروف کاروبار هستیم، مصروف دکانداری هستیم، اینجا مصروفیت داریم. بسیار خوب، خوشحال است که همون مصروفیت دارین. سلامت. جاوید جان میشه برای ما بگوین در زندگیتان گاهی اوقات شده که شکست خورده باشین؟ خب شکست انواع و اقسام هست دیگه، ما هر کس هر قسم شکست میخوره دیگه. شخصا خودم هم شکست خوردیم، چرا نه؟ شکست کاری خوردیم، یک بزنس میکنم، دکاندار هستم، شکست دکانداری خوردیم در زندگی خود یک دفعه. بدترین و شکستی که در زندگیتان خوردین چی بوده که شما را بسیار ازش خاطره خراب دارین؟ خب بدترین شکست زندگی من قبلا هم گفتم که مسئله کاروبارم بوده که در کاروبار خود موفق بودم، کاروبارم بسیار خوبش بود، فعلا شکست خوردیم. پس میخوایم که کاروبار خود رونق بدم، پس کار کنم، از ابتدا صفر شروع کنیم. از شکست زندگیتان خوردیم که سیستم کاروبارتان خراب شده، آیا تا به حال از شکست بیرون برآمدین؟ خب کوشش میکنم که بیرون برایم، اگر نبرآمده باشم من کوشش زیاد میکنم که بیرون برایم. تا حال هم درگیری از ما هست؟ بله، حالا هم درگیریش هستم، حالا تا جای 50% موفق شدیم و میفهمم که با زیودی برآمده میتونم. کدام راهکارها را پیشروی گرفتین تا تانستین همه قدم سر پای ایستاد شوید؟ خب هر انسانی که شکست میخوره، طبعا هر انسانی که مفته باید پس بخیزه. وقتی که ما هم شکست خوردیم، پس خیستیم، پشت کار داشتیم، کوشش کردیم، زحمت کشیدیم دیگه، زیاد زحمت کشیدیم، پس به دست آوردیم، خدا راه خدا پیدا کردیم، حالا فعلا پیش میریم. چې مې یار په سفر تللی زه په کور یم، سزا د هر ستم د هر پېغور یم. چې مې یار په سفر تللی زه په کور یم، سزا د هر ستم د هر پېغور یم. چې مې یار په سفر تللی در زندگیتان گاه شکست خوردین؟ اول برنامه یاد خداوند، سلام از ادب به کسایی که بیننده هستند و میبینه برنامه ما را. زندگی سراسر پر از چالش ها و برنامه است که گاهی شکست میخوریم، گاهی پیروز میشیم. بله شکست خوردیم چندین دوره از لحاظ ورزش. میشه بر ما یکی از شکست های زندگیتان که بدترین و تلخ‌ترین شکست زندگیتان بود بر ما بیان کنید؟ یگانه شکستی که زیاد مرا واقعا متأثر ساخته و درباره ورزش بود، چون من سن خورده که داشتم، وقتی که فوتبال میخواستم فوتبال بکنم، در اون دوره که بود امکانات نبود، در اون دوره که من بودم حتی با کس مساعد نبود که فوتبال کنه. اوضاع امنیتی کشور خراب بود، چون خصوصا اوضاع منطقه که قسم نبود که یک جوان بتوانه ورزش بکنه. بعد از اون لحاظ نمیتونستم فوتبال کنم. بعد از اون یک فوتبال دوره فوتبال کردیم، بعد از جایی که رسیدیم در تیم ملی رسیدیم. بعد از اون در این فرصت ها وقتی که رسیدیم، قسمت بود که مثلا سفر بود طرف تاجیکستان. در این سفر از ما آمدن خود حیث مربی از ما پیسه خواستن. وقتی پیسه خواستن گفتن وقتی میخوای که بری فوتبال کنی و من اینقدر پیسه بدی من تو در تیم میگیرم. این بسیار به من یک انگیزه بعد داد. این انگیزه داد که یعنی من ورزش کردم، قضاوت کشیدم، آخرش از خاطر پیسه بود. این بسیار خاطره بد بود که من از خود توان در اون وقت بی فوتبال و مدت 6 ماه دادم. بعد از 6 ماه یک انگیزه در دلم آمد، گفتم مال مردم که رایی میبینی، جامعه میبینی، هر کس کوشش میکنه در یک جای برسه، اما هیچ کس میبینی زحمت میکشه اما نمیرسه. این انگیزه برام رسید که استعداد خدایی است که به تو داده. بعد از زیاد کوشش کردم، دوباره پس تمرینات شروع کردم، آغاز کردم، به سطح رسیدم که حتی خود پس اون کسی که مرا جواب داده بود خودش مرا خواست گفت بیا به نام فوتبال پیسام میدم در بدل پیسه. بسیار خوب.
یعنی انسان وقتی که شکست میخوره باید شکست رو قبول نکنه، باید خودش با خود انگیزه بده، خودش با خود استقامت بده و دست پا استاد شود، میتونه که پس دوباره موفق شود. دلیل این است که در زندگی همیشه یک انسان ببینین حالا کسایی که بسیار رشد کردن کلشان از یک جای آغاز کرده که صفر بوده. هیچ کسشان نبوده که مثلا در یک سطح بالایی بوده باشه که مثلا سطحشان بالا بوده باشه یک دفعه دیگه بالا رفته. هر کس که شروع کرده یک انگیزه چه رقم به میال کسای میلیاردرای خارج که وقتی که ببینی سرمایه‌دارایشان زندگی نامه‌شان بخوای اولین خاطرش کی بوده یک چیز سرش آمده یک خاطره بعد آمده مگم چیه مثبت انرژی که یک انگیزه در وجودش پیدا شده که دوباره توانست یک جای برسه. بله شکست انسان هم میاموزانه اگر هم تا چیزی یاد در زندگی اگر شما از این شکست زندگیتان خوردیم چی آموختین و چطور خود تشیرین از این شکست؟ مهمترین چیز کسب تلاش است. ما وقتی میبینیم وقتی یک چیز درک میکنیم میبینی که این شکست خوریم وقتی اگر خود در اون حالت که باشه که شکست خوردی اگر بگی نه من نمیتوانم مکمل پس رفتن میشه و هیچ کار را کردن اما خود انگیزه بتونی بار دیگه یک بار شکست خوردی 2 بار شکست خوردی دفعه سوم حتما موفق میشی در زندگی آدم. بسیار خوب تشکر میکنم از این وقت. زنده باشید. تشکر. زنده باشید. تشکر. سلام راستی بخیر هستی؟ نظامیر زدران. نظر صاحب میشه بر ما بگوییم که اینجا چی کار میکنی؟ اینجا خو وظیفه دارم در گرده عباسین زدران. بسیار خوب. در زندگیت گاه شکست خوردی؟ شکست خو زیادی خو یو شکست په مکتب کې هغه 2-3 کله زه ناکام راغلم. بیا مې په ځان کې دا هیله پیدا کړه چې زه به خامخا د دې نه راوځم. هغه بیا چې ما درسونه ټیټ وویل هغې کې زه مخکې راغلم هغې نه بیا کامیابه شوم مخکې چې خوست کې داسې یو چېرته صحرا وه هغه ته لاړم هلته چې لاړم سپي ونیولم دلته وګوره سپي دلته ونیولم والله ډېر خفه شوم یوازې وم تنها وم چې کله خړس شوم هغې نه هغه ډېر خوشحاله شوم زموږ ژوند هغه ډېره خوشحالي وه چې هغې نه خو تنها وم چې خلاص شوم په هغې ما را همراه بودیم. خوشی و خوشحالیتان آرزوی من است. تا برنامه بعدی شما را به الله پاک امانت می‌گذارم. خدا حافظ.